امروز اومدم در مورد عزت نفس باتون صحبت کنم و اینکه یک تمرین خیلی خوب بهتون بگم که عزت نفستون رو تقویت بکنید و اگر هم ندارید که ایجاد بکنید و در زندگیتون ازش بهره ببرید و لذت ببرید. عزت نفس همونطور که میدونید یک چیز خیلی ضروری اساسی برای ما هست، برای اینکه ما بتونیم راحت با دیگران ارتباط برقرار بکنیم، یه حالت انرژی خوب بدیم، انرژی خوب بگیریم و بتونیم یه جورایی سری تو سرا در بیاریم و دیده بشیم و لذت اینم ببریم. حالا این تمرینی که دارم بهتون میگم، اگر احساس میکنید توی جمعی میرید و شما رو نمیبینن یا کمتر باهاتون سعی میکنن ارتباط بگیرن یا تو ارتباط گرفتن با اشخاص مشکل دارید، میتونید انجام بدید که حتما نتیجه های عالی رو به دست بیارید. برای این تمرین لازم هستش که شما هر روز به مدت 5 دقیقه برید جلوی آینه و به خودتون عشق بورزید، قربون صدقه خودتون برید، در مورد اندامتون، چشم و ابروتون، پوستتون، هر چیزی قربون صدقه خودتون برین و حسابی از خودتون تعریف بکنید. بعد شبم قبل اینکه به خواب برید به تعداد بارهای زیاد، مثلا 100 مرتبه، نه 21 مرتبه، هر تعداد باری که زیاد هست به نظرتون، قبل از خواب اسم خودتون رو بگید. بعد بگید عاشقتم، فلانی عاشقتم. چطور میخوایم بگیم به فلانی عاشقتم؟ به جای اون فلانیه اسم خودتون رو بگید. در تکنیک بعدی که میتونید به کار ببرید و باید به کار ببرید، مکمل این هست، این تمرین هست که بهتون گفتم جلوی آینه برید، اینکه یه برگ کاغذ بردارید و روش خوبی های خودتون رو که احساس میکنید این خوبی منه بنویسید، نقاط قوت خودتون رو بنویسید و روزی یک بار از روش بخونید و خدا رو شاکر باشید بابت این خوبی هایی که دارید. امیدوارم استفاده بکنید، حتما جواب میگیرید، پس بدون قضاوت انجام بدید و نتایجش رو به دست بیارید و به ما هم بگین. کانال رو هم سابسکرایب حتما بکنید که تکنیک ها، تمرین ها و چیزهای دیگه که تو کانال میذارم برای شما نشون داده بشه. ممنونم از همراهیتون.